بچه ها سلام. بریم سراغ خبرهای داغ ورزشی امروز. خیابانی خطاب به شجاع گفته فقط پرچم کشورم رو میبوسم. یه کنایه عجیب و بانمک که کلی سر و صدا کرده. حالا ازتون میپرسم طرفداری از تیم خاصی برات لذت بخشتره یا دیدن یه بازی جذاب؟ حالا بریم سراغ خبر خوب. 2 بازیکن آلومینیوم عراق، عارف حاجی عیدی، به تیم ملی دعوت شدن. حاجی عیدی که قراره به سپاهان بره و خلیفه هم جوانترین گلر تیم ملیه. بازم خیابانی با جملات قصار صبحگاهیش برگشته، همچنان پر انرژی و حرفدار. یک کنایه دیگه از خیابانی به شجاع، تو ستاره است، که حسابی جنجال به پا کرده. و در نهایت بیگزاده میگه بازیکن 100 میلیاردی باید زیرساخت درست داشته باشه تا بتونه بدرخشه. کسی که لایک میکنه قطعاً یا دلش خواسته یا دستش خورده.